شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار هفتم را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. وجود مارتین را عذابی بیقرارانه فرا گرفته بود که آن به عذاب گرسنگی میماند. او از اشتیاق دوباره دیدن دختر که دستان نازک گیرایش او را به یک عمر اسیر کرده بود آب و ادام میشد. جرأت نمیکرد که به نزدش رود. میترسید که به همین نزدیکی ها جسارت پیدا کرده میرود و بدین منوال مجموعی مدهشی قاعده هایی را که آداب معاشرت نام دارد وی را ویران میکند. او ساعتهای دراز را در کتابخانه او به نام خود، به نام گرترود و مرین و حتی به نام جیم که بعد ویران شکمسیری پیوه نوشانیدن مارتین رضایت داد ورق کتابگیری گشاد. او به نام هر 4 کتاب می گرفت و هر 4 را شب دراز گاز می سوخت که در عوض آن میستر خیگین با تمازو هفته 50 سنتی حق علاوگی می ستانید. ولی کتابایی که میخوان او رو بیشتر ناآرامتر میکردند و بس. هر یک صفحه کتاب به نظرش درآمدگاه مینمود به بوستان دانش. از خواندن این کتاب ها گرسنگیش پرزورتر میشد. علاوه بر این نمیدانست که از چی سر کردن لازم و نمودن تیاری البته به او خیلی خلل میرساند. او حتی از عادی ترین چیزهایی که ظاهراً باید در یک کتابخوان میدانست بیخبر. این به نظم نیز دخل داشت که مارتین آن را به یک شوق و ذوق فوق‌العاده میخواند. از اثرهای سوینبرن نه تنها همه آنچه را که در کتابچه روف دادگی بود خواند، او دلریس را نیز خوانده برآمد و به همش به خوبی سرپم رفت. روف یقین مقصد این اثر را نفهمیده است، اندیشه کرد او. مادام که چنین زندگانی با نزاکت به سر میبرد، از کجا به آن سرپم رفته میتوانست؟ سپس به دستش اشعار کیپلینگ درآمد و او از وزن و آهنگ و فصاحت و بلاغت سحرانگیز مصرع‌هایی که چیزهایی برایش آشنا را تصویر میکردند مفتون گردید. آن محبتی که نسبت به زندگی، آن نفاست پسیکولوژی که به تمام اشعار کیپلینگ خاصند او را به حیرت انداخت. روزانه او جرأت نمیکرد که به مسکن روف حتی نزدیک شود، ولی شبها به مثال دزد در اطراف خانه مرزا گشت و گذار کرده دزدیده به تیریزه های چراغان مینگریست و نسبت به دیوارهایی که روف در احاطه آنها بود در خود نزاکت و مهربانی حس مینمود. چندین بار با برادران روف قریب روبرو شده و یک دفعه خیلی وقت از پس میستر مورس رفته در خمگشتا قیافه وی را در روشنی چراغان کوچه آموختن میخواست و خدا را زاری و التجا میکرد که جنتلمنی معتبر دوچاری فلاکت گردد و به مارتین امکان بدهد که حیات وی را نجات دهد. مراتبه دیگر او روف را در تیریزه آشیانه دوم دید. تنها سر، کتفان و دستان دختر به نظر می نمودند و بس و از روی حرکت آنها مارتین به خلاصه آمد که روف مویش را شانه می زند. این تنها لحظه دوام کرد و بس، ولی همین لحظه بس بود که بود و شدی خونش در وجودش
به جوش آمده به شرابی بلند تبدیل یابد راست. روف پرده را دفعتاً فرو آورد، اما مارتین دانست که حجره او در گوجاست و بعد این ساعتها به حد و حساب پپیراس کشیده در زیر درخت راهی پیاده‌گردی طرف مقابل می ایستد. بار بیدل که مادری رف از بانک می براید و مراتب دیگر باوری حاصل کرد که فاصله بین آنها، فاصله که آنها را از هم جدا می سازد، در حقیقت از اندازه بیرون است. روف از زمره آنهایی بود که پولشان را در بانک نگه می دارند. مارتین باشد در تمام عمر دری بانک را ندیده و چنین عقیده داشت که به این خیل مؤسسه ها تنها آدمان ثروتمند، تنها آدمان دارا حقوق درآمدن دارند. مارتین به معنای تام پر یک تبدلاتی حیات را از سر می گذرانید. پاکدامنی و باعفتی روف به مارتین همچنان تأثیر رسانیده بود که او اکنون تماما مبتلای آزادگی گردید. مادام که نیتی با روف هم نفس شدن دارد، پس باید آزاده شود. او دندانهایش را تازه می کرد و منتظم دستانش را با چوتکه دیگ و طبق می تراشید و این کارش را تا در تیره‌زی مگزین مسواکچه مخصوص ناخن تراشی را دیدن و به چه مقصد استفاده بردن آن را فهمیدن دوام داد. خادم مگزین به ناخنهای او نظر افکنده به او باز ناخن تازه کنک هم پیشنهاد کرد و بدین منوال در قطار اسباب پردازش چیزی دیگر علاوه گردید. او از کتابخانه کتاب راجع به تازگی شخصی گرفت و در آن مصلحت را خواند که هر سحر از سر آب خنک ریختن از فایده خالی نیست و دفعتاً به این کار پرداخت. این کار او جیم را از حد زیاد به شفق و ذوق آورده و میستر خیگینباتم را به خجالت ماننده بود. میستر خیگینباتم که چنین رفتارهای عجیب و غریب به طبیعتش نمی‌فارید، جداً به اندیشه افتاد که برای صرف آب از مارتین حق مخصوص گرفتن لازم باشد یا نه. قدم دیگر در راه پیشرفت تشویش شیم بود. مارتین از پی این تشویش شده به زودی فرقی بین شیم‌های کارگران و شیم‌های آدمان طبقه بالا را که از زانو تا روی پا رخت راست داشتند پی برد. مارتین چون سر این را فهمید به آشخانه برای گرفتن اوتی و اوتی تخته رفت، ولی کوشش اولینش برار نکرد. وی شیمش را سوخت و مجبور شد که شیمی نو خرد و با این روزی سفر را نزدیکتر گرداند، اما با اصلاحات ظاهری کار انجام نیافت. سیگاریت کشی را او همان دوام میداد، لیکن شنیدن را پرتافته بود. تا این دم او میخوری را یک شغلی برای مردان مناسب می حسابید و حتی از آن میبالید که عصبهایش مستحکمند و در صورتی که بیشترینی هم قدهایش در زیر میز غلیده میخوابند همان نوشیدن را دوام داده میتواند. در سان فرانسیسکو او رفیقان بسیاری داشت که در سفرهای گذشتهش آشنایی پیدا کرده بود و اگر آنها را دوچار آید مثل پیشتره ضیافت میداد، اما برای خود یک استکان پیوا و یا لیمونادی زنجبیل میفرمود و با حلیمی به هزل و مطایبه های ایشان تاب می آورد. رفیقانش نوشیده تدریجاً به حالتی حیوانی می رسیدند و او این را در حس کنجکاوی مشاهده کنان شادی می کرد که خود به این صورت نیست. هر یک دردی داشت و شراب به آنها کمک می رساند که حیاتی واقعی را فراموش ساخته به عالمی آرزو و آمال، به عالمی خیالات هجرت کنند. ولی به مارتین دیگر می لازم نبود، شراب لازم نبود. او لذتی مستی سختری را چشیده بود. او از روف مست بود، از روف که در نهادش آتشی محبت برافروخته اشتیاقی حیاتی نو، حیاتی بهترین را تولید گردانده بود. از کتاب ها مست بود که در وجودش لک اندر لک آرزوهای نو و تازه بیدار می کردند.
از عادتی نفی خود آزادگی مست بود که آن به او نسبت به بیشتر حسی سلامتی بخشیده پیکرش را وادار می ساخت که از غایت سروری جسمانی هستی هر لحظه در هیجان باشد. باری مارتین با امیدی ناچیز به تئاتر رفت که روف را می بیند و در حقیقت از بالکن طبقه دوم او را بدید. روف در مشایطه آرتور و یک جوانی ناشناسی عینکی موی سرش را کوتاه قیچی زنانیده که در نهاد مارتین دفعتا حس اضطراب و رشک را برانگیخت از پیشگاه صحنه گذشت. روف در قطار اول بنشست و مارتین در طول تمام شب به جز کتفانی موزون و مویهای طلا رنگ که از دور به نظر پرنیان پوش و دیگر چیزی را نمیدید، ولی به هر حال یک یا دو بار به گرد و اطراف چشم دواند و دو دختری را بدید که چند جای دورتر از زمین نشستند. این دختران تبسمی نمودند و به او ابرو می پراندند. او همیشه الفت پذیر بود و عادت نداشت که به چنین ظهور التفات و حسن توجه اعتبار ندهد. چند وقت پیش به همین غریبی ها او نیز در نوبت خود حتما تبسم میکرد و بعد گپ همه پراند، اما اکنون همش تأخیر یافته بود. راست او در جواب تبسم دختران تبسم کرد و بعد در حال روی گردانده کوشش کرد که دیگر به آن سو نگاه نکند. اما هرچند این دختران به تمام از یادش رفتند، باز چندین مراتبه تصادفاً چشمش به تبسم آنها افتاد. در ظرف یک روز شخص دیگر شدن کاری سهل و آسان نبود و گذشته از این او طبیعتاً آدم دلبر و مهربان بود و از این رو در جواب تبسم دختران به اختیار تبسم میکرد، بی‌غرضانه دوستانه تبسم میکرد. این همه برای او چیزی تازه نبود. نغز میدانست که آنها او را به بازی مقرری زنانه میکشند، لیکن اکنون برای او همه چیز دیگر شده است. هو انا در آنجا در قطار اول زنی می نشست، در سر تا سر دنیا یگانه زنی می نشست که به این دو دختری طبقه مارتین مانند نبود، بله ذره مانند نبود. مارتین در دل نسبت به این دو دختر به جز رحم و شفقت دیگر چیزی حس نمی کرد. او از صمیم دل آرزو می کرد که آنها نیز ذره از حسن و جمال و حشمت معنوی روف را داشته باشند. او به هیچ وجه برای چنین ناز و عشوه‌ای آشکار آنها را طعنه نمیزد، ولی این ناز و عشوه به طبعش پسند نآمد. برعکس گویا مقام پستی او را تأکید میکرد که گوارایی نداشت. به خوبی میفهمید که اگر از دایره روف می بود این دختران جرأت نمیکردند که با او چشمک بازی کنند و هر دفعه چون دختران سویش نظر می افکندند حس می کرد که پنجه های گیرای عالمی خودش از چهار طرفی او داشته به پایین می کشند. مارتین اندکی پیشتر از انجام نمایش با امید آن که هنگام برآمدن روف بار دیگر وی را میدی بیند از جای خیست. در درآمدگاه تئاتر همیشه طایفه از دهان یله ها گرد می آمدند و اگر کیپکارا تا به بالای چشم فراورده در پس یگان کس رست شود به گمان بود که کسی وی را ببیند. او در قطار اولین ها از تئاتر برآمد، ولی همین که در قد راه پیاده‌گرد جای مناسبی پیدا کرده ایستاد آن دو دختر پیدا شدند. خوب می‌دانست که آنها او را جستجو دارند و در این لحظه آن قوه‌ای را که زنان را به سویش جذب می‌کرد لعنت و نفرین خواند. سراول آنها چون این وانمود کردند که مارتین را ندیدند، ولی او می‌فهمید که این مقام است و بس. دختران نزدیکتر آمده قدم سست کردند و نهایت یکی آنها از پهلویش گذشته ایستاده کتف به تن او رسانید و برگشته نگریسته چنین وانمود ساخت که گویا اکنون او را شناخته است. این دختری سیاه موی موزون قامتی بود که چشمانی عیار داشت. دخترانی باز به مارتین تبسم کردند و او نیز در جواب تبسم کرد. سلام گفتم، گفت او. این سخنان تماما به اختیارانه به زبان آورده شدند. در اکثری حالتها او با همین راه آشنایی آغاز میکرد. واقعا الفت پذیری و خوشفعلی فطرتی
نمی‌گذاشتند که او دیگر خیلی رفتار کند. دختری چشم سیاه خوشحالانه و گستاخانه تبسم کرد و دوگانه‌اش را از زیر دستش گرفته میل از راه ایستادن کرد. دوگانه‌اش به علامت رازیگی قراس زنان خندید. مارتین به هراس افتاد که خودی حاضرکک روف از تئاتر می براید و او را در صحبت این دختران می بیند. پیش این کار را گرفتن لازم بود و گویا از روی ضرورت باشد به تکلفانه به سوی دختری سیاه چشم قدم پرتافت و با وی پهلو به پهلو رهکی شد. در این دوره او خود را نه در بند و بست حس می کند و نه زبانگیر. در اینجا او در محیط خود بود، هم ظرافت کرده می توانست و هم با شیوه خود سخن رانده و چنان که تعامل دوره اولی شناسایی تیز و تصادفی تقاضا دارد خندیده و در هر خصوص لقیده می توانست. او تا خمگشت رسیده از دختران قفا ماندنی و تاب خوردنی شد، اما دختر سیاه چشم از آرنج او داشته و دست دوگانش را رها نکرده داد زد. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. анҷоми гуфтори ҳафтум. коргардон Даврон Соҳибзода шоду сарбаланд бошед.